در خروجی کجاست؟ آقا من اینجا گیر کردم. آقا خانم فرار از زندان. خب این یه بازیه، یه خونه است و ناف قشنگ تو ناف آمریکاست. آره ببینیم تو چه خبره. یه بد سلیقه‌ای، خونه داغون ترکیده شو اینجوری چیزه، میخواد ما گوهکاریاشو جمع کنیم. برم بریم ببینیم یه اتاق. تختم گذاشتم بزنم آره دیگه اوضاع اینه، باز نمیشه کسی اشغالا رو برمیده. خب این بر پیتزا هم تو همون خورده. دیگه بقیهش بلد نیستم. بریم ببینیم میتونیم اینجا بریم بیرون یا نه. آقا در خروجی کجاست؟ آقا من اینجا گیر کردم. آقا خانم فرار از زندان. اوه چیکار میکردیم پشت من آشغالا رو برداشتم. خدا بلد نیستم باید چیکار کنم. خدا الان اینا چرا باید اینجا باشه؟ چی؟ ببین اصلا نگران نباشید این حتما برای بعد دیوانا رو هم که تمیز میکنیم و نه این بسپارید به من تمیز کنم همه جا رو. ایجاش کنیم. خب چیکار کنیم؟ اول یه رنگی باید باشه دیگه. بیخیال رنگ بلش کن. بیاید اول دیوار رو دیوار نیست این چیه؟ واو وی نه اینم بیخیال. خوب یه دونه دیگه اینجا میچینیم. عالی شد کاملا. یه ذره بشینم خسته شدم. چه نمیشه نشست به خدا قبلا میشستم رو اینا. خیش خسته
خونه چی کثیف آشغال چند خریدم انداختم. باشم برم بذاره چرا تنگه خونه رو انداختم. خب بچه بذارید یه وقتی که من بازی رو یاد گرفتم حتما میام ویدیوشو براتون میذارم.